هاجر خانم چند روزیه دوباره اومده و خونه من لنگر انداخته. این چند روز من و هاجر خانم خیلی کشمکش رو بگو مگو داشتیم. هی هاجر خانم میخواسته حرف خودش رو به کرسی بشونه و هی من مقاومت کردم. خلاصه جنگ 72 ملت هم آسون تر از جنگ من و هاجر خانمه. این هاجر خانم قصه ما گاهی مثل یه رعد و برقه، گاهی مثل یه تنباد، گاهی هم مثل یه روز سرد زمستونی غمگینه. کنار اومدن با هاجر خانم خیلی سخته، ولی گاهی هم آروم میشینه یه جا اگه باش منطقی حرف بزنم. بهش میگم هاجر خانم آخه درسته تو تون تو خونه من هی بچرخی، خونه رو به هم بریزی، همه جا رو به هم بریزی، آرامش رو از من بگیری؟ گاهی وقتا هاجر خانم هم خودش تو فکر فرو میره، میگه ای بابا این دختر راست میگه ها، من هی اذیتش میکنم، باز میشینه یه جا میزنه زیر گریه. هاجر خانم نمیدونه چطوری آروم کنه خودشو، برای همینه که من هستم که باید بشینم کنارش بگم هاجر خانم آروم باش، اتفاقی نیفتاده، راحت توی یکی از اتاقهای مغز من استراحت کن. خلاصه الان چند ساعتیه کمی آروم گرفته، نشسته رو روفتاپ مغز منو داره آفتاب میگیره و نوشیدنی میخوره. بازم شکر. منم پاشم برم یه رقصی به بدن بزنم تا هاجر خانم آرومه.